مشکل خیلی از کسایی که زبان انگلیسی یاد میگیرن نه گرامر نه یاد گرفتن کلماته. ذهن ما انگلیسی رو به فارسی ترجمه میکنه و این جلوی یادگیری رو میگیره. وقتی که با ذهنیت فارسی انگلیسی صحبت کنیم یه نیتیو اسپیکر منظورمون رو متوجه نمیشه. The suggestion of my manager is interesting. Suggestion یعنی پیشنهاد، manager یعنی مدیر، interesting یعنی جالب. The suggestion of my manager is interesting یعنی نظر مدیر من جالب است. My manager's suggestion is interesting. معنی این دوتا جمله یکیه. از لحاظ گرامر هم هر دوتاشون درستن. جمله اول ترجمه زبان فارسیه به خاطر اینکه از آف استفاده کرده. فارسی میگیم پیشنهاد مدیرم. ای که میذاریم کسره اضافه است برای اینکه بگیم ایده برای مدیره. I think that it is possible that we can do this project. من فکر میکنم که ممکنه که این پروژه رو انجام بدیم. We can do this project. یعنی ما میتونیم این پروژه رو انجام بدیم. تو فارسی ما جمله هامون خیلی طولانیه. به خاطر اینکه جمله ها رو با هم دیگه وصل میکنیم. با که، این که، با این حروف ربط ما جمله ها رو طولانی تر میکنیم. معادل انگلیسیش دته. وقتی که تو ذهنمون فارسی رو به انگلیسی ترجمه کنیم به جای اون حروف ربط یه دت میذاریم.